من باز میگویم، روی راست میگویم، با خرافات دولت ترقی نمی کند. البته خرافات هم کوشش میکند. امروز بسر ما 4 بار نکرده ایستاده، کوشش میکنند که ایدئولوژی غرضا که خودشان را بار کنند. کجا میره به این ایدئولوژی؟ مچیتا امروز بس از همه 6000 ساله تاریخ ملت خود دست میکشید. هستند بعضا پیدا میشوند که این بدینی و اسلام با یگان دین مایه ندارد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. سال 2025 برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان با دستاوردهای نظررس و رویدادهای مهم باز یک سال تاریخی گردید. انا همین که باشد محترم اعضای حکومت و وکیلان مردمی، وظیفه جانی و ایمانی ما شما صادقانه با این مردم، انم که با مردمی با ننگ ناموس صادقانه خدمت کردن است. وقتی که از شهر خوجند تاریخش با یا چگونه وارد شدم به شهر دوشنبه، چون که شهر دوشنبه در بیشاهی مانده بود، دیگر را وای میکردن. یکم کاری که من کردم، یک نفر نماینده عالما قبول پرسیدن، قبول کردم. محترم رئیس، در اون زمان رئیس هم رئیس شورای عالی و پارلمان هم رهبر دولت. در رئیس وضعیت عالما بینیاد وزمین است، با کار در برآمدن نمیتوانند، چون که هر روز یک تاییشان را برده کشته ایستادند. زندگی اولیویشان بعد بسیارش برآمده رفته ایستادند. معاش نیست، نفقه نیست، بازار هم نیست کو، لیکن اقلا مبلغی ندارند که نان خورند و زندگیشان را پیش برند. من در همون دوره دعوت کردم وزیر مالیه بانک ملی قومدین هم چی داریم؟ جناب بیاره یک پولی پوچک نداریم، همه را بردن، هیچی نیست. من با اکادمیکا و عالما $100 استیپندیا معین کردم، فرمان خودم قطعی، که آنها گیرن اقلا برای نانشان روزگذرانی کنن و دور نروند، از تاجیکستان برآمده نروند. امروز باز میگویم به شما، باز میگویم مسجدها را ساختیم. مسجدها امروز اگر جمع کنیم از همه آسیای مرکزی در مجموع تاجیکستان 2 برابر زیاد است. بس مسلمانی ما را هیچ کس نمیگیرد. مسلمانی ما از خودمان. انا که وقتی علم آموختن، کسب آموختن، خواب هنر آموختن، بلند برداشتن سطح معرفتی ملت تاجیک آمده است. من باز میگویم، روی راست میگویم، با خرافات دولت ترقی نمی کند. پایانتر ایستاده میگذارم. از یگان و تمام مردم ما رو بیاریم. بین دولت هایی که در دنیا ترقی کرده و پیشرفته هستند از لحاظ علمی تکنولوژی کجاها؟ خب در همه ساحه
اما در کجا قرار داریم؟ 90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارجه است. ما در آسیا و دیگر آب ریخته ایستادیم، بایگری ما بیرون رفته ایستاده است. ابونه من تحلیلات دارم، دولت هایی که بعضا سبزوات ندارن، حتی آبی آشامیدنی ندارن، عقل پیشرفته، سواد، خب تکنولوژی اختراع کرده، بزرگترین دولت های دنیا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی محتاج به کسی نیست. البته خرافات هم کوشش میکنند. امروز به سر ما 4 بار نکرده ایستادند. کوشش میکنند که ایدئولوژی غرضناک خودشان را بار کنند. کجا میره به ایدئولوژی؟ کجا؟ کی رفته است؟ نشان تکنی؟ در خودی هر یک دهه، در هر یک ناحیه، هر شهر بینتون آیلایی که هنرمند هستند، آیلایی که دانشمند هستند، آیلایی که نفرایی که صاحب کسب و هنر هستند، چگونه زندگی دارند؟ چگونه زندگی دارند؟ و آیلایی که بی سواد است، آیلایی که نفری که کسب و هنر ندارد، چی زندگی دارد؟ در کجا میگردد؟ کدامش خوب است؟ خدای تعالی هم گفته است، فرموده است که بنده را حذف کردم نه بر روز سختی. عقل داده است، دست داده است، پای داده است، چشم داده است. کار فرما، زندگی تا پیش بر، از این دنیا یک بهره بر. ما ایروز با جشن 35 سالگی مراجعت کرده ایستادیم مردم ده. اگر هیچ قوتت نرسد، خانه و در خودت تازه و آزاده کن، ساز خانه و درت درست کن برای خودت فرزندات، جانت کمی راحت کند، بهره بر از این دنیا، از این زندگی. خدای تعالی هست نکرده است برای مردن، برای زیستن. لیکن وقتی قد کوچه دوشنبه میبینم عصبانی میشوم. افسوس پایانتر با ایستاده میگذارم. برق نداره میگیم. برق کی میکند؟ کی تولید میکند؟ متخصص. بینید کشورهای پیشرفته از شعاع آفتاب برق 3 سال میکنند. خانه دا گرمی میتاد، خنوکی میتاد. بینید علم چی است؟ علم چی است؟ سواد چی است؟ کی میکرد؟ نمیکرد دیگران کنند. من در اون پیامم گفتم کووید 19 را 5-6 دولت پیشرفته اختراع نمیکرد واکسن را برای تبابت، چی میشد در دنیا؟ چی میشد؟ با دعا تبابت کرده میشود؟ کردن کووید. چند نفر تبابت کردن؟ من در چندین برآمدها گفتم که نوروز بر یگان دین و مذهب و دیگر کار ندارد. تاریخ نوروز بیش از 6000 سال است. دینی میبونی اسلام 1500 سال است. دینی جوان است. یعنی نوروز یگان چیز دینی ندارد، نه با اسلام، نه با زردوش، نه با یگان دینی دیگر. ما وظیفه داریم که در برابر افتخار کردن از میراث عالم شمول اجداد خود آن را صاحبی کنیم، آموزیم، ادامه دهیم و برای نسل‌های آینده
همچون گنجینه بی‌بهای هویت‌ساز به میراث گذاریم. ما باید افتخار داشته باشیم که اجداد خردمند ما پیندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را همچون ارزش بزرگ انسان دوستانه شعار زندگی خود قرار دادند. این 6000 سال پیش عقل کی ما بگیرد اینا؟ گفتار نیک، پیندار نیک. واقعا نوروز که امروز مقام بین المللی گرفته است، مهرگان، ساده و تیرگان که تجسمگری اندیشه های انسان دوستی و بزرگداشت طبیعت می باشند و عنعنه های دولتداری گذشتگان آریایی ما که در تاریخ بشریت نقش ماندگار و تاثیرگذار بازیدند، اساس هویت و اصالت ما تاجیکان می باشد. بنابراین از همه امی دست میکشیم، از همه امی 6000 ساله تاریخ ملت خود دست میکشیم. نمیره مردم در درست فهماندن در کار هستند. بعضا پیدا میشوند که این به دین اسلام به یگان دین مایه ندارد. دین اسلام به راه خودش با گفتن که مسلمانی ما را از دست ما غیر خدای تعالی یگان کس حقوقی گرفتن ندارد. نیست، او کیفر در دنیا نیست. بنابراین به حکومت مملکت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دستور داده می شود که جهتی در پایتخت کشور شهر دوشنبه بنیاد نمودن قانون، یعنی قانون قانون یعنی مرکز تمدن آریایی چاره جو نماید. همچنین با در نظر داشته فلسفه و حکمت جاودانه نوروز، سنت و عنعنه های بشردوستانه آن و استفاده آنها برای تربیت نسل های آینده در شهر دوشنبه مرکز بین المللی نوروز بنیاد کرده شود. برای آنکه نوروز را بین المللی گردانیم تاریخی کمترک درازر دارد. 5 سال ما در یونسکو گردی اطراف این کار بردیم. بودن کشورهایی که زید بودن، حتی در حوزه نوروز هم زید بودن. در چی؟ میگفتن ما راضی، لیکن نامش را دیگر کنید. نوروز تاریخا نمیخیر آمده است. حتی امروز هر سال پرزیدنت های امریکا دیگرها با همین زبان میگن نوروز مبارک. دیگر کرده نمیشه. تاریخ آمده، چگونه دیگر میکنی؟ ما وقتی که بس در سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و قطعنامه قبول گردید، یک دولت زید بود. بعد 1 سال 2 سال رفته بعد امضا کردن، لیکن نام حتی نام ده زید بودن، برای که نامش تاجیکی است. این دلیل چی است؟ 5,500 سرز را من معین نکردم. عالمان بین المللی یونسکو 7 سال کار کردند. عالمان از امریکا، روسیه، اروپا، ژاپن، چین دیگر اشتراک کرده برده در آنجا معین کردن که تحریک سرز
5,500 سال است. نوروز گفته ایستاده است من تاریخی بیش از 6,000 سال دارم. وقتی که تاجیکان در 5,500 شهر ساخته باشند، شهرداری کرده باشند، این راست می آید. اطمینان دارم که عملی نمودن اقدامات ذکر شده دلیل ردناپذیری تاریخ و فرهنگی بیش از 6,000 ساله ما تاجیکان می گردد. اکادمی ملی علم‌ها، دیگر مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و لایحه‌کشی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که با جلب عالمان و دانشمندان کنسپسیای مرکزهای ذکر شده را در اساس عنعنه‌های معماری و شهرسازی و شهرداری باستانی تاجیکان تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد سازند. انا در اینجا که بعد قرصک زنی را می‌بینیم، مبلغ در کار، ولی قرصک زنی یعنی تیاریتون را بینید، چون که برای بنیاد این مرکز ها خیلی و نه 1 سال و 2 سال، شاید 10 سال ها لازم میشه. فهمیده ای سادیتون؟ لیکن نترسید، رای گریزه نگیرید. میسازد ملت تاجیک، مادر تاجیک تولد کرده ایستاده است. هر روز هر یک جوان مردای بننگ ناموس وقتی انسان ذوق دارد به زندگی، باور دارد به آینده درخشان وطنش، برای آینده درخشان فرزنداش، برای همین ننگ ناموس کرده ما بنیاد کردم، ساخته نمانده کار. باز میگویم کاری نمیشدگی نیست در دنیا که انسان از عهده اون نبراید. این وزمینی ها هم پسی سر میشن، چقدر دشواری های سنگین بودن پسی این هم میگذرد. ما شما وظیفه جانی ما شما کلانسالان به نسل جوان یک ملک آباد میراث مانه. به نسل جوان بخیلی نکنیم، آنها را تربیه کنیم، گلچین کرده تربیه کنیم. در کدام سطح نباشیم، در سطح محل هستیم، در نایه هستیم، در جماعت هستیم، دیه هستیم، دیگر هستند. به نهایت فرزندای تاجیک به نهایت قابلیت ذهنی و قابلیت جسمانی خود دارد. این باعث افتخار است. هر فردی تاجیکی که از همین وطن منالد، از همین سرزمین بیشتاسای اجدادی منالد، او مسلمان نیست، او کور است.